سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل سزا تیوی. امروز قرار 10 تا از حقیقت‌های شگفت‌انگیز تایلند رو براتون بازگو کنیم. پس بدون معطلی بریم واسه ویدیو. حقیقت شماره 10: آیا میدانستید تایلند تنها کشور در جنوب شرقی آسیا محسوب میشه که تاکنون تحت استعمار کشورهای اروپایی در نیامد؟ در حقیقت نام این کشور به زبان تایلندی پراتیت به معنی کشور آزادی می باشد که واقعا هم برازنده اونه. حقیقت شماره 9: آیا میدونستید تایلند کشوریه که توی اون میتونید بزرگترین و کوچکترین مخلوقات دنیا رو ببینید؟ کوچکترین پستاندار جهان، خفاش زنبور عسل، در این کشور زندگی میکنه. همچنین شما میتونید بزرگترین ماهی دنیا، کوسه نهنگ رو در آبهای کشور تایلند بیابید. حقیقت شماره 8: آیا میدانستید تمام مردان تایلندی تا مدت‌ها از راهبه‌های بودایی بودند؟ زمانی در تایلند همه مردان، حتی آنهایی که جزء خانواده‌های اشرافی به شما می‌رفتند، میبایست برای مدتی هرچند کوتاه تا قبل از 20 سالگی به راهبان بودایی تبدیل می‌شدند. اگرچه این عمل این روزا دیگر مشاهده نمی‌شود. حقیقت شماره 7: آیا میدانستید شما بسیار خوششانس هستید که بانکوک را با نام بانکوک می‌شناسید؟ چرا که در واقع تصاویری که روی صفحه می‌بینید تایپ کلمه بانکوک در تایلند هستند که بسیار طولانی هستند. بانکوک یک مکان در دنیا به شمار میره که از ریشه پالی و سانسکریت برگرفته شده. حقیقت شماره 6: آیا میدانستید اکثر مردم و گردشگران اغلب در جنگل‌های این کشور به شدت شگفت زده میشن، اما میزان این شگفتی‌ها در گذشته بیشتر بوده. آنچه اکثر مردم نمیدونن اینه که بیش از 100 سال تقریبا تمام بخش‌های شمال تایلند پوشیده از درختانه، اما امروزه تنها در حدود 1/4 از آن جنگل‌ها باقی مونده و در رکورد از دست دادن بیشترین درخت تنها سنگاپور از تایلند پیشگامه. به همین سبب قطع کردن درخت در تایلند به طور کامل ممنوع شده. حقیقت شماره 5: آیا میدانستید 1/10 از کل جمعیت تایلند در بانکوک زندگی میکنند؟ بانکوک پایتخت این ملت بزرگ و البته بزرگترین شهر اون محسوب میشه. حقیقت شماره 4: مردم تایلند عاشق پادشاهشونن و برای سلطنت او ارزش و احترام قائلن. فیلم هالیوودی معرف پادشاه و من هرگز در سینماهای تایلند به نمایش گذاشته نشد، زیرا از نظر آنها مایه رسوایی و بی‌آبرویی پادشاهشون تلقی میشد. و همونطور که میبینید تایلندی‌ها نسبت به پادشاه خودشون بیش از حد تعصب دارن. در تایلند قوانین خاص برای جلوگیری از اهانت به سلطنت حکم‌فرماست. بدین معنا که اگر شما مرتکب هر نوع عمل زشت و ناشایست و یا حتی هر گونه بی‌احترامی به پادشاه و سلطنت بشید، شما رو به جرم خیانت به زندان میندازن. حقیقت شماره 3: در تایلند 35,000 معبد وجود داره و این کشور رو به سرزمین معابد مشهور کرده. برای بازدید از این معابد باید پوشش مناسب به تن داشته باشید، یعنی از پوشیدن لباس‌های کوتاه و بدون آستین اجتناب کنید. حقیقت شماره 2: آیا می‌دانستید احترام به سر فرد دیگری در سرزمین تایلند ضروریه؟ در فرهنگ تایلندی سر مهمترین بخش بدن به شما میره و آنها هرگز سر یکدیگر رو لمس نمی‌کنن. این امر حتی برای کودکان نیز صدق میکنه و در هنگام ملاقات با شخصی که از شما مسن‌تر باشه یا از هر لحاظ مهمتر باشه، باید سرتون رو به نشانه احترام پایین آورده تا ادب خودتون رو به جا بیارید. حقیقت شماره 1: آیا میدانستید تایلند در واقع خانه جانوران و حیوانات بیشماریه؟ در حدود 1/10 از حیوانات کل دنیا در کشور تایلند هستند و 1/10 از کل گونه‌های پرندگان این کشور را خانه خود میدونن. اگر بخوام شما رو اونها رو با هم مقایسه کنیم، باید بگم که تایلند از ترکیب پرندگان کل اروپا و آمریکا هم بیشتر پرنده داره. خب دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم ویدیو براتون جالب بوده باشه. یادتون نره چنل سزا تیوی رو ساب کنید و از زنگوله بغلش هم تپ کنید که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتیم خود یوتیوب اول از همه شما رو باخبر کنه. تا یه ویدیو و یه بررسی دیگه مواظب خودتون باشید و تا درودی دیگر، بدرود.